روفیده اینایت آوای 8 ساله که به اطلاع مقامات تاجیک از جانب همسایه‌اش رحمت الله گدایف تجاوز و کشته شده است، آن روز به خانه همسایه برای بازی با دوگانه اش رفته است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید زمانی که روفیده به خانه دوگانه اش دختری گدایف آمده است، مرد صاحب خانه آنجا تنها در حالت مستی قرار داشته است. صاحب خانه با استفاده از آن که در منزل کسی نیست، با راه بوغی کردن به ناموس دخترچه دست درازی کرده است. شهروند گدایف رحمت الله اسرائیلوویچ سال تولدش 1990 ساکن ناحیه رودکی جماعت دهاتی نوآباد کوچه رودکی بینه 52 حجره 11 که در همسایگی جویدگان زندگی میکرد معین و دستگیر کرده شد. طبق نشاندادی دستگیر شده نابالغ همسالی دختری او بوده است و پیوسته در منزل اقامتی آنها همسالان با هم بازی میکردند. آن روز نیز با همین مقصد نابالغ مرحوم به خانه همسایه آمده بود، ولی گدایف رحمت الله که در حالت مستی قرار داشته است از نبودن دیگر اعضایان عائله استفاده نموده، با استفاده زورآوری با راه بوغی کردن به ناموس دختری نابالغ دست درازی کرده، سپس با کارت خواجگیداری نابالغ را به هلاکت رسانیده است. پس از صادر کردن این جنایت مدهش و ننگاور، گدایف رحمت الله برای از بین بردن این جنایت جسد نابالغ را به داخل حاجتخانه نزد منزل استقامتیشان پرتافته با خاک و ریگ بالای جسد را پوشانیده است و خونهای ریخته نابالغ را با آب شسته پاک کرده است. حالتهای مذکور از آن شهادت می‌دهد که گمانبر شده گرچند مشروبات اسپریتی استعمال کرده باشد هم، ولی رفتار و کردار خود را درک کرده میتوانست از طرف دیگر در حالت مستی صادر کردن جنایت جوابگری جنایتی را وزن‌تر منبع افزود گدایف گرچند مست بوده است اعمالش را درک میکرد، چون تلاش پنهان کردن ایزی جنایت نموده است. متهم در پی کشتار جسد را به حاجتخانه پرتافته، بالایش خاک و سنگ پرتافته آثار خون را تازه نموده است. آمده است در گزارش. دیروز در نشست مطبوعاتی یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان گفت پرونده از روی قتل و تجاوز روفیده 8 ساله در ناحیه رودکی را تحت نظارت شخصی گرفته است. به اطلاع دادستانی از روی این حالت نسبت گدایف بر اساس ماده های 138 تجاوز به ناموس دختری به سن 14 نارسیده و 104 کشتار پرونده جنایتی آغاز گردیده است. این ماده های کودکس جنایتی تاجیکستان تا حبس 1 عمره را پیش بینی میکنند. یادآور میشویم که روفیده اینایت و دخترچه 7 ساله ساکن شهرک نوآباد ناحیه رودکی روز 3 ایول از خانه به حاجتخانه در کوچه واقع است برآمده بدرک شد. در این باره عمه دخترک سعیده اینایت و در صفحه فیسبوکی خود خبر داده بود. کارمندان شعبه دیوم ریاست کافتکاری جنایت وزارت کارهای داخلی تاجیکستان صبح 6 ایول گمانبر اساسی در قتل وحشیانه دخترچه را معین و دستگیر کرد.